حوزه آبخیز دریاچه ارومیه رو، چشم آبی نقشه گربه نشان وطن رو به یه آبکش تبدیل کردیم. جنایتی اتفاق افتاده اونجا که 20مین دریاچه بزرگ جهان و بزرگترین پهنه آبی ایران تبدیل شده به قصه عبرت برای دانش آموزان در کشور استرالیا. دریاچه ارومیه در چه وضعیتیه؟ آیا قابل احیا شدن هست یا نه؟ و چه راهکاری داره احیا کردن دریاچه ارومیه؟ ببینید، ما فقط زمانی میتونیم ناامید بشیم از احیای دریاچه ارومیه که اون 14 رودخانه‌ای که به سمت دریاچه حرکت میکنه خشک بشه از سرمنشأ، که اینطوری نیست خوشبختانه. ما حدود 7 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال هنوز تو حوزه آبخیز دریاچه ارومیه سالانه میتونیم تولید بکنیم که از این 7 میلیارد متر مکعب 3.4 میلیاردش حبابه دریاچه است.